آدمای فنی رو، حالا من مثلا به عنوان چی بهش میگن، راهبر فنی، تکنیکال لیدشونم پیش میبرم. من هنوز که هنوزه دارم از تکنیکایی استفاده میکنم که اون موقع مدیرای من استفاده میکردن و من از اونا یاد گرفتم که چطور میشه آدمای بی‌انگیزه رو، چطور میشه آدما رو مسئول نگه داشت نسبت به کارشون، به اصطلاح اینا hold them accountable، و از تکنیک‌ها، اصطلاحات، حرفایی که میزدن، هانی بجر چیه، اصلا هانی بجر کیه، و بعد چطور اینا رو ترغیب بکنم به کار بهتر و بیشتر، همه رو از اونها یاد گرفتم. هنوز داره کار میکنه. واسه همین مهمه. آره این بحث خیلی جالبیه، چه خوب که نباشه. حتما بهتره که آدم ها رنج نبرن، اگر نبرن که چه بهتر. منتها اگرم کسی اینجا کار کرد، نه کسر شنه، نه آره و نه بیفایده و بی مزد